همه در بازی لستافاس با جوئل آشنا شدیم، ولی شاید خیلی داستانشو ندونن. من اومدم که بهتون بگم. فقط قبل داستان لایک رو بزن. جوئل یک زمان یک زندگی عالی داشت کنار دختر سارا و برادرش تامی. اما یک شب یک ویروس قارچی سراسر شهر پخش میشه که مردم تبدیل به موجوداتی به اسم کلیکر میشن. تو همون شب که ویروس پخش شد، سارا دختر جوئل جونش رو از دست میده. همین باعث میشه جوئل مردی سرد و بیرحم بشه. جوئل در ابتدای لستافاس مجبور میشه الی رو به صورت قاچاقی به یک گروه مقاومتی به اسم فایرفلایز برسونه. الی دختری است که به صورت معجزه‌آسا به ویروس مبتلا نمیشه و به خاطر همین ممکنه درمانی برای ویروس پیدا بشه. در طی سفر رابطه عاطفی و پدر دختری بین جوئل و الی شکل میگیره. جوئل تصمیم میگیره برای حفظ جون الی از اون محافظت کنه و به طوری که از منافع بزرگتری که شامل کشف درمان باشه چشم پوشی کنه و اون در نهایت به فایرفلایز حمله میکنه و الی رو نجات میده. اون برای جلوگیری از مرگ الی جراحی هایی که قرار بود اون رو بکشه متوقف میکنه.